درود به شما همدارین ارجمند. باور کنید من نسبت همین داموله ها بدی و دشمنی ندارم. چند روز پیش بعضی مقامات هم از من خواهش کردن که بیایید بحث رو بس کنید، ولی من نمیتوانم، برای اینکه این داموله های دنبوریده ابتر به قول عربی اینها تحقیر کرده است در گذشتگان ما. حالا من همین یک برآمد حاجی میرزا را، حاجی میرزا که دوستش میدارم، احترامش میکنم، شخصیت فرهنگی است، ولی در دانشش در زمینه چند حدیث و چند آیه. ما با حاجی میرزا هر دومان تولد 67 هستیم. خب میدونم در چرنوبیل خدمت کرده است. خب شاید بعضی آسیب های عصبی دیده است، ولی هیچ امکان ندارد که اوستا را که 700 صفحه است نخوانده باشی و زردشتیه این دین نآموخته باشی و فتوا بدهی که این هر رامزاده ها جناب حاجی میرزا شما گفتید که زردشتی ها مادر خودشان را به زنه میگشتن. تو گذشته زردشتی است. خب من گذشتم زردشتی. یک بار فکر کن، ما حرامزاده ایم، یعنی همه ما از آبی پدران و مادران و باباها و خاله های خودم هستیم. انصاف کن از برای ثواب حاجی میرزا و داموله عبدالرحیم قزاقانی. من از شما یک خواهش دارم، وج فچ های خودتان کنید در دوره اندیشتان، به تاریخ ملت نرسید، به گذشته ملت اهانت نوارید، ملت رو شرمنده نکنید، در مورد گذشته گپ نزن. من با هر دوی شما بحث میکنم، 100 ختم قرآن دارم، معجزه قرآن نوشتگیم، تمام حدیث های حضرت محمد من خواندگی هستم. در یگام جا گفتن نشده است که شما در امر معروف میگویید که مادرت را حقارت کن، بابات را حقارت کن، گذشته‌ات را حقارت کن. ای میخواهی یک خانشروبه زیبا به تو بردارن بخوری، یه حدیث دیگر گو، به گذشته نرس، به نیاکان نرس. یک بار دیگر من هر دوی شما را چند وقت پیش آگاه کردم که به دین، به آیین گذشته ما نرسید. و اکنون بیایید، من نیدانم ولی مردم منطقه کلو بسیار خونگرم هستند، بیایید حالا مرا حقارت نکرده همین امر معروفی حاجی میرزا رو که حالا من بعدی همین برآمدم میگذارم گوش کنید. همین حاجی میرزا به الله قسم خورد که اگر زردشت را زندگی نامش را خوانده باشد اوستا که 700 صفحه است، بعد من برآمد کنه گویا که به الله قسم من 700 صفحه اوستا را خواندم و گپ من حق است. اگر اثبات کند دو تهمتی که حاجی میرزا حالا در همین امر معروفش میکند به زردشت، اثبات کند که در اوستا همه چیز نوشته شده است، من ریش میمانم، سله میمانم جامعه و در پهلوش تا آخر عمر خدمت میکنم. باقی خودتان دانید و خدا.